سلام رفقا، عرفان قاسمیاری هستم. اینجام تا براتون از مسیر موفقیت بگم. فقط اگه میخواین توی این مسیر منو گم نکنین حتما سابسکرایب کنین، چون مسیر پرپیچ و خمی رو در پیش داریم. خیلی ممنون. همونجور که قبلا بهتون قول داده بودم و قرار بود که تجربیات واقعی خودم رو تو مسیر زندگیم از کارمندی تا موفقیت رو براتون بگم، الانم اومدم از اولین و مهمترین تصمیم زندگیم بگم. تصمیمی که شاید همون لحظه خیلی مسخرم کردن، ولی بعدها و حال تبدیل شد به یکی از تصمیمات موفق کارنامه زندگی. سال 97 تو شرکت استخدام شدم با حقوق پایه اداره کار. از قبل هم نه درآمدی داشتم، نه ارثی بهم رسیده بود، نه سرمایه هنگفتی داشتم، نه معجزه‌ای. اما یه ذهنیت داشتم. ذهنیتم این بود که میشه با درآمدهای کوچیک، با پولهای کم، کارهای بزرگ انجام داد اگه بخوایم. برگردیم از سر اصل موضوع. سال 97 شرکتمون یه سری واحدهای مسکونی در اختیار پرسنل گذاشته بود 20% زیر قیمت بازار. همکاران فکر میکنین چی برگشتن گفتن؟ یکی برگشت گفت آقا ارزش سرمایه گذاری نداره، یکی میگفت قیمتش بالاست، یکی میگفت مسیرش دوره، یکی میگفت من پولشو ندارم بخوام بگیرم. خلاصه هر کی یه بهانه ای آورد. من پسندازم از سالهای قبل شروع کرده بودم. یه پسنداز روتین و مرتب ماهانه کم و زیاد میشد، ولی همیشه انجام میشد. همون عامل باعث شد من یه نقدینگی داشته باشم و وقتی از این طرح به عنوان یه فرصت بهمون پیشنهاد داده شد تونستم از این فرصت استفاده کنم. شاید منم هم اول شک داشتم، ولی گفتم نه، این همون کاریه که من دنبالشم. این باعث شد که پول پیشش رو جور کنم با همون پسندازایی که انجام داده بودم. واسه ما بقیه پول رفتم سراغ بانک، وام گرفتم، سراغ دوست آشناها رفتم ازشون پول قرض گرفتم. ما بقیشم همسرم یه مقدار طلا داشت، فروخت، در اختیار من گذاشت. خلاصه با پول وام، قرض، طلای خانومم و پسندازای خودم این خونه رو خریدیم. شاید باورتون نشه، اصلا حتی بهش فکر نمی‌کردم من یه روزی بتونم صاحبخونه بشم، ولی تونستم این خونه رو بخرم. خونه خیلی لوکسی نبود، ولی همین که یه سقف بالای سرم بود، همین که کنار خانواده‌ام آرامش داشتم، قد یه دنیا ارزش داشت. این داستان رو براتون گفتم که بگم شانس مخصوص آدمای خاص نیست. شانس سراغ کسی میاد که آماده باشه. اگه من اون نقدینگی رو نداشتم، اگه نمیتونستم وام بگیرم، اگه نمیتونستم پول قرض کنم یا خانومم کمک میکرد، قطعا این فرصتم مثل بقیه فرصتایی که از دست دادم دستم میرفت. ولی خدا رو شکر تونستم با همین راهکارهای ساده به این موفقیت بزرگ برسم. نکته آموزشی اینجاست که با 3 تا روش خیلی ساده تونستم این موفقیت رو به دست بیارم و مطمئنم، این قول رو بهتون میدم، هر کسی این 3 تا راهکار انجام داد موفق خواهد شد. 1. پسنداز کم ولی مداوم. 2. آدم خوش حساب باشین و اعتبار کسب کنین. ببینین از قدیم گفتن آدم خوش حساب شریک مال مردمه. من اگه خوش حساب نبودم، این اعتبار رو نداشتم، قطعا وقتی میخواستم پول قرض کنم نمیتونستم. ولی با خوش حسابی میتونی همیشه رو پول مردم حساب کنی. 3. ریسک کنیم. وام گرفتن سخته، ولی این کمک رو بهت میده به عنوان یک کارمند هیچی به اندازه وام نمیتونه تو رو بلند کنه، نمیتونه باعث پیشرفتت بشه. پس نترس و ریسک منطقی انجام بده. مطمئن باش با عمل کردن به این 3 تا راهکار قطعا میتونی تو زندگیت موفق باشی. اینجا جا داره یه سوالی هم پاسخ بدم که شاید دغدغه و شبهه فکری خیلیاتون باشه. شاید با خودتون بگین آقا شما اگه تونستی این کارو بکنی، سال 97 هم ارزونی بود، هم انقدر تورم نداشتیم، انقدر گرونی نبود. بذار چیزی بهت بگم، تو همون سالا حقوق پایه اداره کار فکر اگه اشتباه نکنم بین 1 تا 1.200 بود. قیمت ارزش خونه 50 میلیون تومان بود. الان حقوقی که دریافت میکنیم یه چیزی حدود بین 25 تا 30 میلیون تومانه. قیمت اون خونم شده 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 100 200. بخوای نسبت تناسب بگیری همونه. این 3 تا راهکاری که بهت گفتم اعتبار زمانی نداره، یعنی شما تو هر زمانی به این 3 تا روش عمل کنی شک نکن که موفق میشی. مورد بعدی میمونه شانس. بعضیا میگفتن تو شانس آوردی، اگه تو اون زمان تو اون شرکت با اون پیشنهاد بهت نمیشد نمیتونستی همچین کاری بکنی. نه خیر، همون زمان واسه کل پرسنل پیشنهاد بود، ولی آیا همه استفاده کردن؟ نه. گفتم شانس مخصوص آدمای خاصی است. شانس مختص کسایی که آمادن. پس همیشه با همون 3 تا روش میتونی آماده باشی. تو ویدیوهای بعدی بهت میگم
که چی شد که من تونستم همین مسیر رو با همین سرعت ادامه بدم. روش‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی شخصی، حساب کتاب زندگی. ویدیو جالب و جذابی در پیش داریم. امیدوارم تا اینجای ویدیو رو دیده باشی و خوشت اومده باشه و اگه احساس میکنی کسی رو میشناسی که میخواد خونه دار بشه و نیاز داره به این ویدیو کمک بهش میکنه براش ارسال کنی و خودت هم سابسکرایب فراموش نکنی. ممنون، موفق و پیروز باشید. عالی.